تاکو یکی از اون غذاهای لذیذ و خوشمزه مکزیکیه که هر ایرانی هم عاشقشه. سینه مرغ خلالی برش خورده رو با مقداری روغن تفت بده، وقتی رنگش عوض شد پیاز خلالی و فلفل لول بهش اضافه کن. ادویه هاشو تو کپشن براتون نوشتم، درشو بذار و اجازه بده کامل بپزه. بعدم روش چند تا ورق پنیر چدار بذار و دوباره درشو ببند تا پنیر کامل آب شه. برای تورتیلا از نون تاکو استفاده میکنیم که به اندازه یه پیش دستی کوچیک برش بزن و مطابق تصویر داخلشو پر کن و برای باز نشدنش هم از یه پیاله استفاده میکنیم. روشم پنیر پیتزا اضافه کن و توی فر از قبل گرم شده با دمای 200 درجه قرار بده تا زمانی که تاکو پنیر روش آب بشه و طلایی بشه. بهت قول میدم بچه‌ها بیشتر از پیتزا عاشق این غذا میشن. نون تورتیلا رو میتونی از سوپرمارکت تهیه کنی، اما اگه در دسترست نبود لواشو جایگزین کن.